زن میگیری که باهاش بری رستوران اینجوری پیاز بخوری بزن ناموس. با اجازه بزرگترا مامانم خانواده‌ام. بله. تکنوازان برنامه شماره 130. چقدر نشسته این کت به تنت، شهاب جون مبارکه توی زنت. به استاد خیلی خشن بود ولی عالی بود. برای شروع خشن بود قبول دارم ولی بفهم. مینا جونو اذیت نکن، بازی نده زود بره. عروس خانوم هنرمنده، بازیگر سوپره. استاد شونه های هم رو مورد بوس قرار بود. استاد شهاب جونم این عروس نیست، الکی انقدر پوزشو نده. براوو. عروس خانوم عمومیه چون که دیدن همه. براوو استاد. Thank you forever. استاد Fuck me. Oh my god. Fuck me please. Fuck me hard. Oh my god. Oh my gosh. Next. بفهم. شما که دوتاتون خانومید، فکر کردید من خودم؟ میدونی واسه دیدن زنت تو چند تا کانال عضو شدم؟ چند تا استاد؟ استاد خیلی بعد هر 30 ثانیه هم پاک میشه استاد. خیلی بده. واقعا مسئولین رسیدگی گاهن کنن. دیده شده که بله. توی 15 ثانیه هم پاک شده. خیلی البته من یه چنل پیدا کردم. شما یه زوج عاشقین با یه عشق زنده. به آقا دوماد عروس خانوم استاد بکن توش. استاد نه استاد بکن توش. استاد حداقل سرش. استاد بیا بالا اومد. چی اومد؟ بیت بعدی. با این کارا بالا میای ولی نمیشی محبوب. شهاب جونم زنت. استاد جناس زدی؟ بله استاد جناس. این سبک از اسپانیای شرق اومده. اوه این دفعه شما منو به سبک اسپانیایی بکن. استاد اومد. برای تو چرا؟ نه بیت بعدی اومد. به ببین چه اتصالی بود. اتصال قوی برقرار شد. بفهم. چجوری میخواین خوشبختی و تو زندگی حس کنید؟ چجوری میخواید بچه داشید؟ نکنه میخواید لز کنید؟ استاد قیچی میزنن. میام پیشت اوکی بشه ویزام، بین تو و مینا شهاب تو رو استاد بریم. نه استاد با هم همه میدونن با هم. تا شب شعری دیگر.